جواد نکونامو خیلی هم دوستش دارم، هم خیلی به لحاظ فنی من قبولش دارم، چون خیلی زحمت میکشه، وقت میذارم. تو باش کار نکردی دیگه، ولی خیلی شنیدم که زحمت میکشه، وقت میذاره، از صبح تا شب فیلم میبینه، آنالیز میکنه، خیلی واسه کارش زمان میذاره. ولی حالا بعدا به خودش حالا حتما گفتگو باش خواهم گرفت. اتفاقات این فصل نمیدونم، من اگه جاش بودم برمیگشتم به عقب، این روند رو نمیرفتم، یه سری مصاحبه‌ها رو نمیکردم، یه سری آقا همش مگه میشه آدم به همه چی اعتراض داشته باشه، همیشه بگه آقا نمیخواستم ما قهرمان. الان میز اتفاقی رخ داد، بعد از بازی همه بازیکن‌ها هماهنگ شده، بهشون تو رختکن میگن آقا برید شما مسابقه کنید، بگید داوری بازی پرسپولیس استقلال خوزستان بد بوده، هیچ کدوم بازی ندیدن، همه میان صحبت میکنن خیلی هماهنگ، بعد آقا قهرمانی اما گرفتن و ما اصلا دیگه قهرمان نمیشیم و اینا، همه دستای پشت پرده است که ما قهرمان نشیم. بعد دیدن ای بابا ما چرا همچین کاری کردیم، ما که هنوز شانس داریم. بعد دوباره کنفرانس خبری میذارن، یه سری خبرنگار خاص دعوت میکنن یا بازیکنان میان صحبت میکنن، یا میگن که نه ما شانس قهرمانی داریم، پدرشون هم در میاریم، ما تا آخرین لحظه میجنگیم و فلان میکنیم و بهمان میکنیم. ولی آقا اینا پدر ما رو در آوردن،